محمدی دولتوف برادر رئیس کمیته اندوز تاجیکستان نصرتالله دولتزاده از مقام رئیس مرکز تاجیکستان در ولایت سوخت برکنار شده بلافاصله با یک وظیفه کلیدی در مقامات اندوز تعیین شده است. بنا به اطلاع سامانه پرس تیجی این تغییرات کادری روز یکم دکامبر صورت گرفته است. بنا به اطلاع نشریه رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت به جای محمدی دولتوف غیبالله محیدینوف را مدیر نو مرکز استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا در این ولایت تعیین کرده است. این خبر را مراد اشوروف سردار مرکز مطبوعات اگنتی تاجیکستان نیز به پرس تیجی تصدیق کرده گفته است که محمدی دولتوف حالا معاون سردار ریاست اندوز ولایت سوخت تعیین گردیده است. مقامات شرح ندادند که در یک اداره کمیته اندوز در وظیفه‌های رهبری کار کردن دو برادر تا کجا جوابگوی آن قانون‌های تاجیکستان است که در اداره‌های دولتی در تابعیت یکدیگر کار کردن خویشاوندان نزدیک را منع کرده است. محمدی دولتوف 19 فوریه سال 1976 در ناحیه سویت حالا تیمور ملک در جنوب تاجیکستان تولد شده. سال 1998 دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را با اختصاص اقتصادچی ختم کرده است. محمدی دولتوف اکثرا در ولایت سوخت و اساساً در ساختارهای اندوز کار کرده. یک مدت معاون شهردار خوجند هم بود. او از سال 2018 رهبر بخش ولایتی تاجیکستان در سوخت بود. غیبالله محیدینوف که اکنون به کرسی محمدی دولتوف در مقام رهبر مرکز تاجیکستان در ولایت سوخت نشست. 11 فوریه سال 1972 در شهر خوجند تولد شده. دانشگاه دولتی خوجند و فیلیال دانشکده تکنولوژی در شهر خوجند را از روی اختصاص انفرماتیک و تکنولوژی حسابداری و تکنولوژی محصولات خوراک عمومی ختم کرده است. بنا به اطلاع پرس تیجی غیبالله محیدینوف برادر حبیبالله محیدینوف است که تازه یک ماه قبل با فرمان وزیر تندرستی به جای فرخ مقصودزاده به منصب سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت تعیین گردید. نصرتالله دولتزاده یکی از اعضای پرنفوذ حکومت کنونی تاجیکستان به شمار می رود که در برابر منصب بلند توسط فرزندان و برادرانش تجارت بزرگ در بازار ساختمان هم دارد. او سال 1962 در ناحیه سویت به دنیا آمده. سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان و سال 2006 اکادمی خدمت دولتی پرزیدنت روسیه را ختم کرده است. نصرتالله دولتزاده از سال 2009 رئیس کمیته اندوز تاجیکستان است.